تا آغاز سال خوانش نو روزهای به شمار باقی مانده است. مسئولین شعبه معارف و مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی و اساسی شهر ترسونزاده از تمام امکانات‌ها استفاده برده کوشش به خرج دادند که برای قبول خوانندگان در صنفخانه‌های زیبا و برهوا و مجهز به تمام اعینت‌های تعلیمی آماده باشند. مؤسسه تحصیلات میانه عمومی 7 از تعمیر برآورده شد. تمام صنفخانه‌ها از تعمیر برآورده شد. راهروهای مؤسسه تعمیر کرده شد. اشیاءها و آویزه‌ها آویزان کرده شدند و برای سال خوانش مؤسسه پورا تیار هست و این سال که جشن 30 سالگی استقلالیت در سراسر وطنمان جشن گرفته می شود، ما هم تصمیم گرفتیم که با 30 سالگی استقلالیت را با دستاویزهای خوب پیشواز گیریم. در شهر ترسونزاده 125 مؤسسه تعلیمی فعالیت دارد. در مجموع امسال زیاده از 60,000 نفر خوانندگان به تحصیل فرا گرفته می شوند. چه خیلی که برای شما معلوم است، ما امسال مؤسسه رو برای سال تحصیل 2021 و 2022 تعمیر کردیم. هم طرفه های تعمیر برآوردیم، صنفخانه های گرد اطراف مؤسسه همش ای تعمیر برآمدگی و وعده میدیم که سال خوانش نو، یعنی سال تحصیل نو 2021 رو ما خوانندگان رو به مؤسسه با یک دل پاک، با یک مهر و محبت پدر و مادرانه قبول میکنیم. با گفته این مسئولین، مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر ترسونزاده تا مهلت مقرر گردد در همه مؤسسه‌های تعلیمی تعمیر و تجهیزاندن صنفخانه‌ها به انجام میرسد. امروز مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 3 شهر ترسونزاده از 14 صنفخانه عبارت است و 14 صنفخانه و 3 راهرو عبارت است و این سال با دستگیری کمیته اساسیه والدین مؤسسه تحصیلات میانه رقم 3 پورا از تعمیر برآورده شد و امروز علاقه جابجا کنی انا همون شیار آرزوها و گرد اطراف مؤسسه از طرف کارمندان و آموزگاران تازه کرده شدند و مؤسسه تحصیلات میانه رقم 3 با سال خوانش نو آماده است و ما می‌توانیم که از 1 سپتامبر خوانندگان رو به مؤسسه قبول نماییم. در پیشبرد کارهای تعمیر و تجهیزاندن مؤسسه‌ها و تأسیس صنفخانه‌های ایلاوگی، پدر و مادران و صاحبکاران محلی نیز سهم می‌گذارند. تامین شرایط ارزنده برای تعلیم و تربیت و تحصیل نسل نورس از دستور هدایت‌های پرزیدنت کشور است که ضمن برآمدهایشان پیوسته مسئولین ساحه را وظیفه‌دار می‌گردانند. این دستور سرمشق فعالیت رهبری شعبه معارف شهر ترسونزاده گشته است و مسئولین برای مهیا نمودن امکانات‌های زمانوی تعلیم و تربیت کوشش به خرج می‌دهند.